چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. ای ورزشگرانی که در حقیقت قوه دارید، مهارت جنگی دارید و بالای بلدن مردمی که قوه ندارید یا چیز دیگر فشار میارید، یک چیز را فراموش نکنید، چون گفتیم اگر شم امشب بسوزد شب دیگر نمی سوزد. شما امروز زور هستید. با این خاطر زیبش هر ورزشگر آدابش است و خاکساریش. هر کجا ورزشگر خاکسار و با آداب باشد چند قدر آبرو دارد. من بسیار بازی های فیودر امیلیان این کارو تماشا میکردم، دوست میداشتم، مخلصی میکردم. دوستم میگفت دیلوور از فیودر دیده دیگر بازیگران خوب هستن، چیکار میکنی؟ من میگفتم من مخلص آدابش هستم و مخلص خاکساریش. بگذار این را هر ورزشگر شعار کند، چون ورزش معرفگری وطن است، گروی سلامتی است، پیشرفت ملت است و هر کجا ورزشگر است همه احترام میکنند. چند قدر صاحب آبروی بلند هستند. پس از مردم آبروی میخواهید، پس میخواهید مردم احترامتان کند، اول با آداب باشید، خاکسار باشید، دیگر همش را انتظار شوید. من میدونم هر ورزشگر از خانه بیرون میشود این حالت شناس است. به من میاد نزد پدر مادر میگه پدر جان، مادر جان دعایم کن که غالبیت نصیبم گردد. و هر ورزشگری تاجیک در دل یک آرزو دارد که دست بالا باشد و چمپیون باشد. به این خاطر بین ما و شما محاربه‌های آمیخته MMA پیدا شد که در حقیقت رونق پیش رفته ایستاده از این نمودی ورزش. کمی فایده‌اش رو برای شما بگویم. پیشتر بسیار جوانان بودن، جوانان شوخ یا که بساده کرده روسی میگن خولیگان، از سبب کارتزنی آبروی میگرفتن، میگن فلانی کارتزن است، فلانی این از گفته در محله ها، در ده ها، در بعضن جای ها با این وضع مشهور بودن. این دورهای پیش رو در نظر داریم، پیش از MMA. وقتی که MMA پیدا شد قریب 70-80% جوانانی که شوخ بودن، خولیگان یا چیز دیگر میگن، با این ساحه که گذاشتن کارتزنی خیلی کم شد. چند روز قبل ما هم صحبت شده بودیم با چند کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی که 80% حتی کلا کم شد از کارتزنی، چون آنها مقصدشون یک بود که آبرو صاحب اتوریته شوند، که گویا که فلانی کارتزن از گفته چیز دیگر. اکنون که محاربه‌های آمیخته آمد، چون یگانه ورزشی که هم گوشتینگیر، هم بوکسور، هم کاراته است، تمام این نوع ورزش رو جمع می‌سازد این MMA است. اکنون مرحمت زور هستی قوت رو در میدان نشان ده و هم صاحب آبروی میشوی، هم دیگر و دیگر. این یک کمی فایدهش بود مختصر. لیکن در زندگی یک چیز است که بسیاری هستند که با ورزش مشغول نیستند. اگر یک شب پاتی نخوریم، اگر که کسی بالایمان فشار نآورد، بعد به یادمان میرسد که هی مشق کردن در کار است. این هست، این حالت شناس است بسیار. یگان کس که یک شب پاتیمون میزند یا فشارمون میآورد، بعد به یادمان میرسد مشق کرد، با از پگو سر میکنیم، یک هفته دو هفته با همین تمام دیگر از خاطرمان میبراید. و این خاطر چیزی باید سبب بشود. روز پادشاه تمام مردم را جمع میسازد در اطراف یک حوض پر از آب بود. در داخل حوض 5-6 تا کرکدیل بود، تیمساح. میگه در قوم من هر کسی که مرا را فتح کرد یا 100 تنگه طلا میدیم یا دخترم را میدیم. همه مردم در حیرت که الکی سخنش رو تمام نکرده یک جوان در داخل آب در دست و پازنی است. همه حیران میشوند، علاج کرده میگذارد. بعد پادشاه روبرویش میاد میگه اینقدر جرأت کردی؟ میگه من قائل هستم. اکنون گپ زن، میگه چی میخوای؟ 100 تنگه طلا؟ اون جوان لباسش رو میگه که نه. حیران میشه، پس چی میخوای؟ دخترم رو میخوای؟ میگه که باز میگه که نه. میگه چی میخوای؟ رفته ببینم که کی مرا به همون حوض طلا داد از گویان. میگه در حقیقت خندآور است، لیکن منشه از آن میگیرد که او که نمیخواست وارد آب بشود، چون در آب تیمساح بود، خطر بود یا بعضا راههای دشوار بود. لیکن که داخل آن شد، کوشش کرد تا که تیمساح حمله نکنند بر او. علاج کرده گذشت. در زندگی هم اگر که کسی به ما یک تکان ندهد از عهده کار نمیبریم. بسیار کارهای هستند که کسی به ما مانع میشود، تکان میدهد، یا که در هر ساحه ما میتونیم این رو مثال بریم، در هر ساحه بعد میبینیم که از عهده کار میبریم. در ورزش هم همین گونه است دوستان. تا نروید،
то шурӯъ накунед, пас шумо варзишгар шуда наметавонед. Чӣ дар ибодат ҳам то наравед, то офтобаро нақапед, то ҷои ибодатгоҳ надавоед. дар ҳар соҳа ман мисол меорам. ба ин хотир ҳар кор душворӣ дорад. ин ҳатто дар назар ҳам ҳаст. вақте шурӯъ кардед, дигар мебинед ки давомаш хубу гуворо мегузарад. чун баъдан мегуфт ки Умари Хайём дар як ғазалаш ки баъзан нақшаҳо ахад биёд, мавзӯъ хеле зиёд шуд. дӯстон, худоҳофиз, то рӯзи дигар.